این هفته خبر تو خبر داره براتون از اوضاع خیت نظام ولایت و اظهار نظر کارشناسای نظام درباره شرایطی که الان داره پیش میره. شرایطی که الان داره به جلو پیش میره به نظر میرسه که اون جریان تندرو و جنگ طلب داره اثرات بیشتری روی تصمیم گیری های هیئت حاکمه امریکا میذاره. از طرفی اینجاست که شرشر و ریزش توی نظام بالا میگیره و پاسدار سلامی مجبور میشه به چنین جفنگیاتی رو بیاره. اگر انسان در قلب خود شکست بخورد، چه سلاح داشته باشد چه نداشته باشد، چه از دشمن برتر باشد یا نباشد، میشکند. وقتی نوبت به وارون نمایی میرسه، این آخوند ماندگاری هم سر و کلش پیدا میشه تا با این قمپوزا نذاره دل بسیجی ها از این که هست خالی تر بشه. انقلاب اسلامی شهدا، خون شهدا و نفس قدسی امامین انقلاب کار رو به جایی رسونده که کسی تو دنیا جرأت نمیکرد به آمریکا بگه بالا چشمت ابروی. حالا هم جبهه مقاومت پوزه آمریکا و اسرائیل و انگلیس رو به خاک مالیده، هم تو تمام دنیا ندای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل. بگید الحمدلله رب حاج آقا اینا نون آب نمیشه که برای ما که. حالا او برای دنیا میگن مرگ بر اسرائیل. جبهه مقاومت پیروز شده، مملکت ما خاکش حفظ شده. آقا سفره ما مشکل داره. برادرها، خواهرها، بیننده ها، همه اتفاقایی که افتاده داره نوید ظهور میدهد. ظهور یعنی چی؟ این گوریل ولایت مدارم که سالها تو آمریکا درس خونده حالا برای بسیجی‌های از حال رفته چنین نسخه‌ای میپیچه. این بحث پرچم رو چون پرچم اشاره شد، به نظر من پرچم بسوزونید بیشترم بسوزونید. ما به نظر کافی ما کم میسوزونیم. دلیلش هم این هستش که ببینید ما یک اولویت بندی در جامعه هدف باید داشته باشیم. یعنی اگر بخوایم تو آمریکا شروع کنیم به کار کردن، فعلا هیچ کار جدی نکردیم، ولی اگر بخوایم شروع کنیم به کار کردن یک جامعه هدفی می‌خوایم. جامعه هدف ابتدای ما آدم‌هایی هستن که اینها هم زخم خورده از آمریکا هستن. همینایی که الان میرن مجسمه میارن پایین، پرچم میسوزونن و زمانی که میبینن که ایران هم پرچم میسوزونه، شاید احتمالاً از ما هم یاد گرفتن بعضی از این کارها رو. این یک ارتباطی ایجاد میکنه، همبستگی ایجاد میکنه. ممکنه این پرچم سوزوندن عده‌ای رو ناراحت بکنه در آمریکا. پاسدار لاریجانی هم مشغول شاخ و شونه کشیدن بود که یهو اینطوری شد. البته تصمیم گیریش رهبری است. من نظر شخصی خودم گفتم، است که بحث‌های ما یه قدری ناجور بود. خب حالا چرا رو سینه بزنیم؟ فقط بلند. حکایت آخوندا تو این اوضاع و احوال حکایت این موتور سواره است، به خصوص آخرش. همه این اتفاقات در شرایطی داره میفته که ناترازی بابای عظما رو در آورده. یه جمله ای رو که اخیراً آقای رئیس در ادبیات مدیران ما باب شده، ناترازیه. میگیم بودجه چیه؟ میگن ناترازی داریم. میگیم که برق چی جوریه؟ میگن ناترازیه. میگیم حوزه فرهنگی، میگن ناترازیه. خب ناترازی داریم، درسته. قراره چیکار بکنید؟ آقای علی آبادی زرشکیانم در پاسخ به این سوال نوار همیشگیش رو پلی کرد. ما که بچه بودیم، حالا روندی که بود، بچه‌ها می‌نشستیم مثلا با هم دعوا می‌کردن، بعد با هم آشتی می‌کردیم. اما بزرگا رو به دعوا را وادار می‌کردند و بعد با هم قهر می‌کردن. این که اینطوری باشه تکلیف کابینش روشنه. این از وزیر راهش که بعد از فاجعه بندرعباس با چنین وقاحتی جلوی دوربین رفت. اولا میخوام بگم تو مسیری که میخواستیم بندر بیایم، یه چیزی که خیلی نظر منو جلب کرد زندگی عادی مردم بود. این رشادت و غیرتی که من دارم در مردم ایران میبینم. میوه فروشی ها بساطشون پهن بود، مردم حضور داشتن و در خیابون هایی که منتهی میشه به بندر.
این هم از تیویریش که میخواد با خبر انفجار یه بندر تو آمریکا، اونم در سال 1947 فاجعه بندر عباس رو ماسمالی کنه. بریم به 1947 بندر تگزاس سیتی در آمریکا که یک کشتی حامل نیترات آمونیاک 2300 تن محمولش بود منفجر شد، پهلو گرفته بود در بندر، منفجر شد و 600 نفر کشته شدند، بالای 3000 نزدیک 4000 نفر مصدوم شدند. حالا دو جمله هم از رئیس پرروی همین جانور بشنویم. نارضایتی هایی که مردم توی روزهای اخیر داشتن این بود که صدا و سیما چرا سر حادثه بندر عباس یه لوگوی مشکی ننداخت توی کادر. حتی اون نوار مشکی در حقیقت بعد از اعلام عزای عمومی اتفاق میفته. درسته. ما رأسا نمیتونیم عزای عمومی اعلام بکنیم. انتظاری که از رسانه وجود داره باید انتظار معقول باشه. ما مسئول قانونی اعلام عزای عمومی نیستیم. خفه شو بابا، خفه شو بابا. این هم یک مونولوگ بدون شرح از یه هموطن. مگه یه آتیش بازی بوده دیگه، مسئولی مرده خدای نکرده الحمدلله، نه همشون سالمه. آقازاده خدای نکرده خم به ابروش اومده، نه الحمدلله. چیزی نشده، یه انفجار کوچولو بوده دیگه. مقصر اون مردم هستن، به آقایون مسئولین چه ربطی داره؟ می‌خواستن اون دور بر نباشن. حالا هر چی بوده، سوخت بوده، شیمیایی بوده، به مسئولین چه ارتباطی داره؟ این بندگان خدا که همش دارن مقصر پیدا میکنن، مقصر مجازات میکنن. ندیدیم پلاسکو سری مقصرش پیدا شد، مجازات شد. هواپیمای اوکراینی ندیدین سری مقصراشو مجازات کردن. ندیدین سری حادثه معدن تبس رو پیگیری کردن، مقصراش مجازات شدن. هی بندر عباس لبنان مگه ما سری بریم براشون ماشیناشون رو نو کنیم، شرکتاشون رو بسازیم، خونه هاشون اگه خراب شده بسازیم. آره یه 700 نفر ایرانی مصدوم شدن یا فوت کردن، اتفاقی نیفتاده. هی بندر عباس، خیلی هم بندر عباس ایران به حساب نمیاد. خبر تو خبر. مشنگستان این هفته رو با این گزارش عجیب از تلویزیون خامنه‌ای شروع میکنیم که صاف نشستن و برای اموال مردم نقشه میکشن. انباشتن و ذخیره اموال و خودداری از به جریان انداختن آن بین مردم. دراندوزی حرام است، احتکار ضروریات قطعا حرامه. در اسلام محدودیتی به سرمایه نیست. مثلا میگن آقا چقدر ما میتونیم مالک بشیم؟ اسلام میگه محدودیت نداره. انسان میتونه مقدار زیادی مالک بشه، اما مالک شدی یک، حق نداری گنج کنی، حق نداری ورخرجی کنی، یعنی اسراف حرامه، گنج حرامه. پس چه بش کنیم؟ یا قرض رسانه بده یا کار تولیدی. البته کارشناسای خودشون هم اعتراف میکنن که هر چقدر پول دستشون بیاد باز به جایی نمیرسن. همین الان رهبری هم فرمودن در بحث صحبت‌های ماه رمضانشون، گفتن آقای رئیسی یه گزارشی به من داده بود محمل پوچ در مورد شرکت‌های دولتی. تا موقعی که این گونه باشه که شما 1000 میلیارد دلار هم بیاید وارد کنید هیچ فایده‌ای نداره. این هم فقط یه نمونه از دزدی‌های یکی از سران سه قوه رژیم. در کشورمون آقای عیسی شریفی 100,000 میلیارد تومان در سالی که دلار فقط 3000 تومان بوده گردش مالی فساد داشته. آقای قالیباف هم رئیس این مجموعه بوده. دریغ از این که یک گزارش یک خطی به مردم ارائه بدن که الان آقای عیسی شریفی کجا تشریف دارن. حتی در این حد هم مردم محرم نیستن. بخش دوم پاسخگویی شفافیت، یعنی شفافیت است که باعث میشه، یعنی این میشه که آقای قالیباف با فارغ از اینکه توش سهم داشته یا نداشته، اصلا من به ایناش دخالت نمیکنم که فایل‌های صوتی معلوم شد که آقای قالیباف کیف 7 میلیارد تومانی تحویل تو این فایل‌های صوتی که از سپاه منتشر شد داره. من به اونا اصلا اشاره نمیکنم، فقط میگم ایشون رئیس مرکز جایی بودن که توش 100,000 میلیارد تومان گردش مالی فساد بوده. این مشنگ و دوله هم اومده با اعتراف درمانی یه خودی نشون بده و قدرت نمایی کنه. این ظرف جمهوری اسلامی ظرف پاکی است، همونطور که عرض کردم مثابه دریاست، نجاست رو نمیپذیرد. هر کی باشد در زمان در مقابل ولی و منویات و خطوط قرمز امامت و ولایت و قانون اساسی که اونم امام امضا کرد ایستاد، خط قرمز عبور کرد، میخواد هاشمی باشد،
میخواد مصلحی باشد، میخواد احمدی نژاد باشد، میخواد روحانی باشد، میخواد دیگری باشد، آقای رئیسی باشد، هر کی عبور کرد زدیم. طرف یادش رفته که الان دیگه دور زدن آخوندان نیست، الان دوره خوردنشونه. خیلی مخلصیم. ارادت من نه بزرگیت تاجی سری الحمدلله به کولی چشم دشمنان انقلاب. آقا چی شده؟ بگیم برای مردم. بنده امام جماعت مسجد الهادی علیه السلام محل دروازه‌وار محل شهید علی هستم. شب حادثه وقتی من متوجه شدم موضوع رو یه تیمی شدیم از باب احساس تکلیف و احساس وظیفه وارد صحنه شدیم. به مردم چه میگفتید شما؟ اینها حواستون باشه ضد انقلاب قاطی شما هست، این یه فتنه است، یه توطئه است. چیزی همراهتون بود؟ ما نه مسلح مثلا یا گاز اشباوری بزنید مثلا؟ چیزی همراهمون نبود، چون برای توجیه رفته بودیم و اینکه مردم رو آگاه کنیم و اینها بر نتابیدن، عصبانی شدن و ناراحت شدن. یعنی فقط صحبت می‌کردیم؟ فقط صحبت کردیم، هیچ درگیری اتفاق نیفتاد. با قمه و شمشیر و سنگ و آجر و بتون و اینها. مشنگستان این هفته رو با این کمدی استنداپ آخوندی به پایان میبریم که خودش به اندازه کافی گویاست. تک تا تهران شما بشین رفتید گل چنده بودو درود نفر شما بشین آفرین رکو شما رفتی تکبیر تهران دخترم شما بشین. آره اول تکبیر تهران کردید.